فرمانبری علم. حضرت میگفت که زنی خوب و یه از شیخ سعدی زن که زهد و صلاحیت ورزد جان شیرین فدا کنی ارزد. صاحب مسلک میگم وقتی که زن زاهیده باشه، پاک دامن باشه، خدا پرست باشه، با تقوا باشه، جان تا اگر به توش کم است. زن که زهد و صلاحیت ورزد جان شیرین فدا کنی ارزد. سرخی روی زن ز پنهانی است، سرفرازی او مسلمانی است. شرم رخسارهاش گوهر او رضای شوهر او. این چنین زن اگر شود موجود، رحمت حق تعالی خواهد بود. اگر همین خیل زنی با تقوا، پرهیزگار، با طاعت عبادت، با شرم و حیا اگر خدا کسی را نصیب کنه، این میگه چی است؟ رحمت حق تعالی خواهد بود. حضرت شیخ سعدی میگفت زن که زهد و صلاحی، حضرت میگفت که زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. بین هم خدا وصف کرده است، هم پیامبر وصف میکنه. وقتی که زن پارسا باشه، پاک دامن باشه، اگر میگه مرد درویش در خاندان به مثل پادشاه است. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغای ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. مرد درویش در خاندان به مثل پادشاه است. پادشاه چکل است، نمی یک ملک بیاید راه را تازه میکنن، سفید ماندن از درآمد دشنام حق را تصرف میکنن. یا در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند که وقتی که یک شما داخل خاندان شدین، السلام علیکم و رحمت الله بگین. خداوند همچنان خیر برکت در خاندانتون میریزونه که شما دیگه نمیدونین از کجا میخورین، از کجا میپوشین. خیر برکت زیاد میشه. السلام علیکم و رحمت الله که گفتی الکه جین شیاطین گم میشود، وسوسه شیطان گم میشود. چی از وقتی که سلام کردی به وقتی خوش. حضرت عایشه صدیقه طاهره مادرمانه، عایشه که خداوند از بالای 7 آسمان پاکی او را گواهی داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست داشته ترین زنش حضرت عایشه مادرمانه. وقتی از گذشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه پرسیدن که حضرت عایشه مادرمانه که یا ام المؤمنین، ای مادر مؤمن ها، پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین ما میدیدیم، میفهمیدیم چگونه بود، اما در خاندان و در زندگی چگونه بود. حضرت عایشه مادرمان بسیار وصف کردند از مثلا مدد کردن و یاردم کردن، همچون یک آدمی عادی در خاندان بودن. ولی کان خلقه قرآن، اخلاق پیغمبر قرآن بود. هر چی که در قرآن خداوند گفت اخلاق پیغمبر همون بود. اخلاق پیغمبر قرآن بود. بعدا حضرت عایشه مادرمان گفت که همین خیل بود، وقتی خوش بود، حتی که مسابقه دویدن حضرت عایشه مادرمان قد پیغمبر خدا میکرد. ببین کسی که خداوند کائنات برای او خلق کرده است، وظیفه پیغمبری، ابلاغ، رساندن، گفتن، همین قدر کارا و بالای همه وقت میافت که همراه عایشه مادر موقت مسابقه دویدن میکرد. حضرت عایشه مادر میگه در ابتدای عمر میگه پیامبر مرا پیش میکرد، بعدا پیامبر صلی الله علیه و سالش که رفتن گرو ما پیش میکردم میگه در دویدن میگه. این چه نشانه خوشی زندگی، خوبی زندگی است. خب بعد وقتی که گفت همین صدای اذانه که میشنید پیغمبر، همچنان که دیگر ما را نمیشناسد. صدای اذان مؤذن میشنید، همچنان که دیگر ما را نمیشناسد. برای چی؟ نماز از همه و همه بالاتر پیغمبر بود. حتی میگو مردمه که چشم نوری چشم فدای نماز کردن پیغمبر صلی الله علیه و همین قدر در نماز پیامبر حریص بود که زانوهای مبارک از تهجد بسیار ورم کردگی بود. تتورم قدماش ورم کردگی بود. همین اذان میشنید دیگر همچنان که ما را نمیشناسند.
بعد میگه حضرت عایشه گفته است که یکی از همسراش یک بوسه میگرفت و بعد میرفت مسجد. همین را گفت حضرت عایشه مادرمون خندید و شارح‌های حدیث میگن که همون را که بوسه میگرفت و بعد مسجد میرفت همین عایشه خودش بود که پیغمبر همین را بیان عایشه همین را بیان کرد و بعد این خنده. شیرینی زندگی را ببین که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه ازواج مطهرات چگونه داشتن. ان تكون زوجته صالحه. دیوم نشانه سعادت خوشبختی انسان و اولاده ابرارن، فرزندای نیکو داشتن. این فرزند نیکو داشتن هم یک نعمت پروردگار است. فرزند داشته باشی که پدر جمع بگو خدمتت کنه، آب طهارتت کنه. در اکثر اهل علم همو بزرگا هم را دیدگی بدیم که فرزنداشون چگونه خدمت کردگی بدن. هر چیزی که در قرآن و در حدیث بود در پدراشون مادراشون هم خیلی خدمت میکردن. اولاد ابرار فرزند خوب داشتن این خیلی یک بختی است، یک سعادت بزرگ است که انسان داشته باشه که پدر و مادرش پرسش کنه، پدر و مادرش خط همنشین باشه، در نزد پدر و مادرش دست پیش برگرفتگی مثل غلام باری باشه و خدمت کنه. انمی چی است؟ بسیار یک سعادت بزرگ است و اولاد و ابرار. سیم چیزی را که پیامبر سعادت مرگ گفت و خلطاء صالحین، هم نشینای صالح داشتنم نشانه خوشبختی انسان است. هم نشین صالح داشتن یک کسی هم نشین باشد که خداپرست باشد، تقوا داشته باشد، از قرآن و از سخنهای پیامبر باخبر باشد که هر یک گناه کردن دا معنیت کنه که ها باشد این کارو نکه که خدا از ناراضی است، این کارو نکه که پیغمبری را منع کرده گرد. انا همین خلطای صالحین هم نشینای صالح داشتن هم نشانه خوشبختی انسان است. تاریخ را ببینیم، همین فرعون لعینی که دعوای خدایی کرد همون وزیرش فرعونش کرد، وگرنه او تا فرعون بده نبود، او تا بده نبود. هر روز 200 تا شتر میکشت و مردم نون و آب میداد و دیگر خدمتو میکرد. همون وزیرش فرعونش کرد، دعوای خدایی که بود. بعد چیکار کرد؟ همه علما را نیست کرد. 20 سال پس که یک بگیم که اولاد نو برآمد بعد دعوا را کرد. همون چی است؟ همه بیرهگی را کرد تا به جای بردش که فرعون لعین شدینت نامش در تاریخ سیاه برد. و دیگر نفرایی را که در تاریخ میبینیم همنشیناشون به همون درجه بدی رسونشون. این همنشین صالح داشتن پیامبر میگه که نشانه سعادت است، نشانه خوشبختی است که با یک آدم خوب همنشین دو. یک مقال عربی است که ولی باید هر یک انسان با خودش یک مصلحتی داشته باشه. ببین همین راهبری دولت مثلا همین که جوی یک پادشاه پرزیدنت باشه با خودش مشاور داره، 23 تا مشاور داره، از فکر خودش یک کار نمیکنه، از هر کدام این مصلحت میپرسه. مشاورا کیان؟ آدمای باید عاقل دانای با عقل با سواد باشن. انا هر کسی هم یک عمل میکنه با خودش باید یک مصلحتی داشته باشه. عربا مقال من لا شیخ له شیخ و شیطان، کسی که پیری طریقت نداشته باشه استاد نداشته باشه پیر استادی شیطان است. پس باید که همه با خودش یک اهل علم چیکار کند؟ مصلحتی بگیره. فلان کارو من میکنم حضرت استاد همین کاری من درسته یا نه؟ همین کاری من از نگاه شریعت، از نگاه قرآن، از نگاه حدیث همین درست است یا نه؟ باید یک مصلحتی داشته باشی، یا پیر داشته باشی یا استاد داشته باشی. برای میگه من لا شیخ له شیخ، هیچ که نداشته با همون عقل کوچکی خودش. در هر یک انسان وسوسه شیطان وجود داره. گاه ها بشه که انسان در یک فکرای در ذهنت میآید که خیلی فکرای مثال ناخوب هستند، لیکن وقتی که یک شخص صالح باشه اگر رفیق تو باشه میگه این کارو نکن، این کار آیندهش بد است، فلان کارو بکن، فلان کار خوب است. برای همین چی است؟ خلطاء صالحین، همنشینای صالح داشتن این چی است؟ بسیار یک بخت است، خوشبختی است. این را حضرت بیان میکنند. و چهارم و ان یکون میگه رزقه فی بلدهی، رزق روزی را در ملک خود یافتن هم نشانه خوشبختی است. در ملک خود، در وطن خود رزق روزی طبیعی زندگی تبری همی هم نشانه خوشبختی است. برای چی است که در همین سفرها ما دیدیم آدمایی را که 10 تا فور داره، 20 تا جیب داره، زواد همه را داره در همین روسیه.
همه را که داشته باشه میگه ما برای مردم بیگونه ایم. اونمو یک الکگولی که دقیقه زدگی کمپیر مثبت در لطوک زده او دیگه آدم و مدامگریش موندگی نیست. همون یک تای همون را از 100,000 ما و شما به میدونن. برای چی؟ قومی خودشه، ملت خودشه، آدمی خودشه. ببین انا که همون قدر هست میگه ما برای بیگونه همین در کارشی همه کار در حقت میکنن. برای همین ریسک در ملک خودت یافتن هم این چیه نشانه خوشبختیه. الله ذوالجلال توی مبارک